امیر تیمور یا خود تیموری لنگ، شخصی که در دوران خود دنیا را به لرزه آورده بود. وی یک لشکرکشی بود. به هر جایی خواست لشکر کشید، هر کاری را خواست کرد. بعد از تیمور سرزمین های آسیای میانه چنین خونخواری را در یاد ندارد. وی توانست یک ایمپریایی را تأسیس دهد، از جنوب روسیه تا هندوستان، از سرحد چین تا ساحل های بحر میان زمین. این سرزمین وسیع از جانب این شخصیت یعنی تیمور اداره می شد. امیر تیمور سرلشکری بود که با دو دست شمشیر می زد. تیمور لنگ طی 35 سال لشکرکشی هایش 17 میلیون نفر را به قتل رساند. این لشکرکشی نام برده 8 اپریل سال 1336 در دهه خواجه الهاری کیش یا خود شهر سبز چشم به عالم هستی گشوده است. پدر او ترغی مانده. امیر تیمور قبل از آنی که دولت خود را تأسیس دهد، او به راهزنی، غارتگری در ملک ها مشغول بود. البته او تنها نبود، دسته خود را داشت، دسته غارتگران. در دوره های جوانی تیمور خانهای مغول میان همدیگر نزاع می‌کردند، مناقشه ها می‌کردند. تیمور گاه این طرف و گاه آن طرف می‌گذشت و فایده به دست می‌آورد. در آخر آنها را نیست کرد و خود در سال 1370 دولت تیموریان را اساس گذاشت. این چهره تاریخی در دوران حکومت خود تشکیلات جاسوسی خود را تشکیل کرده بود. او وقتی که به یک شهر حمله می‌کرد، پیش از آن جاسوسانش را روان می‌کرد تا آن جاسوسان ببینند وضعیت در چه حال است. تیمور لنگ به هر جایی که لشکر می‌کشید وحشت خود را داشت. مثلا وقتی که او به هندوستان لشکر می‌کشد، در نزد خود فیل‌های قطار را می‌بیند. او 100 شتر را به هم می‌بندد و آتش می‌زند. از این واهمه فیل‌ها به ترس می‌آیند. وحشت اساسی تیمور لنگ این کله‌مناره ها بود. کله‌مناره هایی که او می‌ساخت از کله آدم. تیمور یک سخن می‌گفت: برای برآورده کردن هدف‌های یک شخص زمین کمی می‌کند. این تیمور توانست حتی عثمانیان را هم شکست دهد. از این دهشت تیمور دولت‌های اروپا به ترس آمدند. اما تیمور نیت نداشت به اروپا حمله کند. او فکر می‌کرد این دولت‌ها دولت‌های فقیرند. او نیت حمله به چین را داشت. گرچند که تیمور یک شخص خونخوار جاهل به حساب می رفت، اما به علم، هنر، ادبیات، فرهنگ ذوق زیاد داشت. هنرمندان را جمع می کرد. او پایتخت خود شهر سمرقند را به یکی از شهرهای آباد دنیا تبدیل داده بود. این شاهکاری است. او هنگام لشکرکشیش به چین مریض گردید و در خیمه در دشت 18 فوریه سال 1405 از عالم چشم پوشید. او وقتی از عالم چشم پوشید که یک ایمپری بزرگ را تأسیس داده بود.